أبو محمد المدني. هر کسی که شرک را انجام داد بین خود و بین الله واسطه میگرفت، این شرک بود. ذبح میکرد، طواف میکرد، اما ترک کرد، توبه کرد. البته که حکمش در اسلام همین است که توبه کرد و این مسلمان است، اما توبه باید نصوح باشد. الله سبحانه و تعالی توبه کنندگان را قبول میکند. الله تواب الرؤوف است، الله توبه پذیر است و مهربان است. الله سبحانه و تعالی میگوید ان الله یرید ان یتوب علیکم. الله میخواهد که توبه شما را قبول بکند، بپذیرد، توبه کنید. الله انتظار توبه شما است. و الله سبحانه و تعالی میگوید لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. اول آیت همین بود که یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم، یعنی ای کسانی که به نفسهایتون اسراف کردید، یعنی به شرک و کفر واقع شده، حیات خود بیهوده گذراندید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نباشید، همونا که الله همه گناه ها را میبخشد، به شرطی که شما توبه کنید، یعنی ترک کنید همون شرک. بعد از این اعتقاد کنید که انجام دادن همون عمل شرک است، انجام دهنده همون این عمل مشرک می شود و شما مشرک بودید و توبه کردید. لا اله الا الله بگوید، معنای لا اله الا الله فهمید، دیگر به همون عمل باز نگردید. مشرکینی که همون عمل میکنن تکفیرش کنید، مشرک بدانید، مسلمان توحید آموزید و شرک آموزید. بارک الله.